سلام بچه ها، چطورین؟ به یک ویدیو یوتیوب دیگه خوش اومدین. ما امشب داریم میریم کنسرت عارف و من قراره که امشب کلا براتون ویدیو بگیرم. الان لباسی هم که قراره بپوشم بهتون نشون میدم اینجا. من هنوز آماده نشدم، هیچ کاری نکردم، گفتم اولش بیام بهتون سلام کنم، بعد میکاپمو میکنم و لباسمو میپوشم، دوباره میام و بعدش با هم دیگه میریم کنسرت. خب بچه این لباسیه که قراره من امشب بپوشم، یه لباس بنفشه، برق میزنه. مامان میخواد یه سلامی بکنی، ویدیو یوتیوب دارم میگیرم. مامانم تقریبا حاضر شده و مامان و بابام خبر نداشتن که ما امشب داریم میریم کنسرت. ما تیکت گرفتیم و سورپرایزشون کردیم، بخاطر اینکه خیلی کنسرت عارف رو دوست داشتن. سر سفره هفت‌سین سورپرایزشون کردیم. عزیزم مرسی. خب بچه‌ها من حاضر شدم. این از لباسم که البته اگه دقت کنید لباس منم قبلا دیدید یه جایی. سلام خانم. سلام، منم حاضر شدم. اینم لباسم، اینم مامی عزیزم. و دیگه بریم دیگه، بودن یک ساعت دیگه کنسرت شروع میشه دیگه. الان راه بیفتیم که به موقع برسیم. خب بچه ما رسیدیم اینجا الان دم سالن کنسرت. ما نشستیم سر جا. سلام. اینجا استیجه که ما یکم زود رسیدیم، هنوز خیلی هم نیومدن. دیگر تو هم بیگانه شو، چون دیگران با سر گذر. میخواهم عشقت در دل بمیرم، میخواهم کنی یادم یادم پایان گیرم. بگذر ز من ای آشنا، جان از تو من دیگر گذشتم. دیگر تو هم بیگانه شو، چون دیگران با سر گذشتم. بی بهتر از تو که بهترینی، تو ماه زیبا روی زمینی، تو قلب من باش تا که بفهمی چه دلبرانه به دل میشینی.
وقتی میگن به آدم دنیا فقط 2 روزه، آدم دلش میسوزه. ای خدا ای خدا ای خدا، آدم که به گذشته یه لحظه چشم میدوزه، بیشتر دلش میسوزه. ای خدا ای خدا ای خدا ای خدا. والا از خیلی از خواننده حالا بهتر این صدایی که من توشم خیلی تیزه دارم میشم همه کوکه نرم و گرم داره میکنه.
بچه ها ما داریم این بک استیج. اینجا الان آقای عارف از نزدیک می‌بینیم. اوه مای گاد. دوستان we have to do this very quickly. فردا صبح پرواز دارم. خب آقا کنسرت تموم شد. خیلی به ما خوش گذشت، مخصوصا مامان بابام خیلی دوست داشتن عارفو و اینکه مامانم هم داره اون پشت میاد. ما دیگه بریم یه چیزی بخوریم چون خیلی گشنمونه. بک استیج هم رفتیم، واسهتون ویدیو گرفتم، عکسم گرفتم، عکساشم میذارم حتما. مرسی که این ویدیو رو تا آخر تماشا کردین و من شما رو توی ویدیوهای بعدی میبینم. خدافظ.